سرخط مهمترین خبرها: بودجه تاجیکستان در حجم 43 میلیارد سومانی قبول شد. تحقیقات: دختران در تاجیکستان بروقتر عائله‌دار می‌شوند. و پرسش از مهاجران: امسال احوال در روسیه چگونه بود؟ درود بینندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه نویدی بامدادی. مجلس نمایندگان پلاتای پایانی پارلمان تاجیکستان بودجه سال 2024 را تصدیق کرد. بر اساس طرح قانون که روز 15 نوامبر تصدیق شد، درآمد بودجه سال آینده 43 میلیارد سومانی مقرر شده است. در قیاس به امسال درآمد بودجه در سال آینده 5.9 میلیارد سومانی یا 15.9% زیاد پیش بینی شده است. مقامات تاجیکستان پیش بینی می‌کنند که سال آینده اقتصاد کشور 8% رشد خواهد کرد. خراجات بودجه سال آینده بر اساس طرح قبول کرده پارلمان 44.1 میلیارد سومانی پیش بینی شده است. کسر بودجه یا برزیاد بودن خراجات بر درآمد در بودجه سال آینده تاجیکستان 1.1 میلیارد سومانی پیش بینی شده است. معلوم نیست که مقامات این کمبود را از کدام حساب روی پوش میکنند. قانون بودجه رسما نشر نشده است و خبرنگاران رادیوی آزادی برخلاف سالهای گذشته امسال در وقت قبول قانون بودجه در پارلمان حضور نداشتند. بودجه تاجیکستان اساساً از حساب انداز و پرداخت‌های گمرکی پر می شود. به این خاطر است که اقتصادشناسان پیش بینی کردند که زیاد کردن بودجه باید سنجیده شده باشد، چون آن می تواند سرباری را بالای انداز سپارندگان زیاد کند. به اطلاع مقامات بودجه سال آینده تاجیکستان خصوصیت اجتماعی خود را حفظ می کند و 43% آن به این سمت روانه می شود. سازمان پیمانی امنیتی دسته‌جمعی سال 2024 توجه خود را به برگزاری تمرین‌های نظامی در آسیای مرکزی بیشتر خواهد کرد. در این باره اناتولی سیدروف سردار ستاد کل این سازمان ضمن یک نشست خبری اظهار نظر کرد. با گفته سیدروف سال آینده در قرقیزستان، قزاقستان و تاجیکستان برگزاری تمرین‌های نظامی در نظر است. از جمله ما نقشه داریم که در قرقیزستان با نیروهای دسته‌جمعانه واکنش سریع، در قزاقستان با نیروهای پاسدار صلح و در تاجیکستان با نیروهای دسته‌جمعی منطقه آسیای مرکزی تمرین‌های نظامی برگزار کنیم، گفته سردار ستاد کل سازمان پیمانی امنیتی دسته‌جمعی. اناتولی سیدروف همچنین گفت درباره برگزاری مکان این مشق‌ها هنوز صحبت کردن بر وقت است. سازمان پیمانی امنیتی دسته‌جمعی یک سازمان نظامی زیر نفوذ مسکو است که بجز از روسیه، ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان اعضای آن هستند. این سازمان را همیشه برای ناتوانی پیشگیری از مناقشه بین اعضای خود و حمایت منافع آنها تنقید می‌کنند. موج تنقیدها به خصوص زمان درگیری بین تاجیکستان و قرقیزستان و مناقشه‌ها بین آذربایجان و ارمنستان مشاهده می شود. یک پژوهش نشان داده است که در مقایسه با دیگر کشورهای آسیای مرکزی، سن میانه ازدواج دختران در تاجیکستان بروقتر بوده است. این تحقیقات را شبکه جهانی ورلد استاتستیک گذرانده، خلاصه آن را خبرگزاری آزیا پلوس با زبان تاجیکی نشر کرده است. بر پایه این پژوهش سن میانه ازدواج دختران در تاجیکستان 18 سال بوده است، اما سن میانه عائله‌دار شوی در قزاقستان قریب 25 سالگی، در قرقیزستان 24 و در ازبکستان 22 بوده است. بر وقت به شوهر دادن دختران در جامعه تاجیکستان یک موضوع بحث برانگیز است. یک قسم مردم مخالف این کار هستند و میگویند نخست باید دختران برای زندگی مستقلانه آماده کرده شوند، اما گروه دیگر جامعه این را قبول ندارند و باور دارند که دختران باید زودتر به شوهر داده شوند. بینندگان عزیز، شما در این مسئله چه نظر دارید؟ می توانید فکر خود را در پایان برنامه نویسید. با فرا رسیدن سردی ها اکنون مهاجران تاجیک از روسیه برمیگردند. در یک سال اخیر خبرها درباره مهاجران تاجیک در این کشور چندان خوشایند نبود، به خصوص ریدهای پی همین نیروهای قدرتی روسیه که حتی واکنش مقامات تاجیکستان را به میان آورد. ما از مهاجران برگشته پرسیدیم که احوالشان امسال در روسیه چگونه بود. کورناز بود. ما شهر افتاده بودیم، همه ترین بود. یگون چی نیست. هم دکم میکنه کار کردیم، یگون چی نیست. نظر به سال یک دو سال گذشته در اون کمتر مبلغ بوده سوارده یا زیادتر؟ زیادتر شده. کورس کم شده، اما همه به 15 از سیم شهرش. برای دکومنتم 100% بود. اوکراین را گو امضامون برای نرفتم، مردانی زدنم. دپورت شده؟ دپورتم کم با 5 سال گذشتن، 3 ماه دکومنت دارم. 17 روز. 17 ما 12 روز باشکم خوب بودم، میان مای بود. ای دوبین کازانی و الکتروشوکی را. چی میخواستن از اوکراین؟ قبول نکرد. نکردم. مردم با کلا گرفتم، امضا را نموندم. دیگه 5 سال رسید. نه ما دیگه ایران گروه رسیاش بذارم.
بس همینجا الکتروشوکی را خوردم. زنم همه سولش یکی موجودات همین تنقیسیش هم است رفعتش هم است همشه. چرا شما گشته آمدید؟ من نشی سلامتی میخوام. آخه همه چیز خیلی کورس ارزون برای من قیشه گوش نمیشه دیگه. آخه چه خیلی کاجیش میقپن من میکنم داکیمنتوت هم سوزم باشه سرمون میبرم. میگه داکیمنتوت فرشی دروغ میگه سوتا گرفتن میگیرم. کار هست کاری که سرانو نمیشه وازی است. وای پولشون نظر به سالهای پیش کمتر شده. های سوزه زندگیمون روی هم وای. اوی آگوست سپتامبر 20 بود هم چون مچیتا در اومدن. پوپشو کتی رازبوری سوسی تمام. سال پیش اکس نختر بود. وزیر بودم میده کمتر شده است کار رو برشون. سبوکی ندارد. روز به روز وزبین. همین مود ماجرا فقط هم وزبینی سبوکی نه. 3 سال پیش چی وزبینی شده نظر به سال پیش مثال پاتن ارزون بود. پر مثال اما چی خوراکی و همه طرفه ارزون بود. وزیر همه طرفه خستگی نر. لبه پاتن 8000 شده. پاتن 8000 شدگی. یا ما دمی افتیم تا 80 90 تا مثال ما 10,000 شر از خود خوراک دمی کردیم. دیگه وای مثال اوزی میره اما 60 70 تا میوی 20 تا ویر از خود میکنی. 8000 پاتن میسپاری. 7000 دیگه ریگستریاسیون میکنی. همین نره و خوبه. چی فکر دارید برای آینده تان اکنون؟ آینده میگی با خوب شما با خوب آخی. شرایطی که گفتید بدتر شده ایستاده است چی نقشه دارید؟ دیگه دولت رفته زدن خوراک. حاضر اوج دمی روغن خوبه. همین معاش روغن خوبه اوج. برای مثلا شما چقدر میگید سرتون چقدر میگید؟ ما میگیریم 3 تا 4 تا را میگیریم. پسرتون چقدر میگید؟ پسرمون که روسیه خودش ذخیره عادل نمیکنه باید اچود نمیتونه. که مخمون ایوده خمون میبینه فرزندمون ایوده خودش. گفتید که عمو رسید دیده حال کار در روغن خوب است برای چی؟ برای سببش کرسی رسی غلدگی بین بر سبب زمین. بینندگان عزیز اگر شما هم در روسیه بودید یا حال آنجا هستید لطفاً به ما نویسید که شرایط کارتان امسال چگونه بود. دسته منتخب فوتبالی تاجیکستان نخستین بازی اش را در دوره اول مرحله دوم انتخابی قهرمانی جهان 2026 با تیم ملی اردن با حساب مساوی 1-1 انجام داد. این بازی گروه جی شام پنجشنبه 16 نوامبر در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه دایر گردید. در آخر نیمه دوم دیدار تماشاگران شاهد 2 گل شدند. نخست فوتبال بازان تاجیکستان حساب را کشادند. هجوم منتخب تاجیکستان را حمله‌گر شهرام سمیف در دقیقه 89 با گل انجام داد. وی توپ را از نزد دروازه به هدف رساند ولی در 3 دقیقه به زمان اساسی دیدار اضافه کرده سرداور بازی علی صباح الله القیسی از عراق به اردنی‌ها میسر شد که حساب را برابر نمایند. یزن النعمت توپی به او ارسال کرده هم دستش را از مسافه نزدیک به توری دروازه میزبانان روانه کرده حساب را برابر نمود. به این ترتیب منتخب اردن با رهبری سرمربی حسین اموته 51 ساله متخصص مراکشی در سفر 1 امتیاز گرفت. اما منتخب تاجیکستان تحت سروری پیتر شگرد متخصص 57 ساله خارواتی در میدان خود 2 امتیاز را از دست داد. مساوی شدن نتیجه این بازی انتقادی کاربران شبکه‌های اجتماعی را در تاجیکستان به میان آورد. بخش یک روز تاریخ را در تقدیم خرامان بقازاده تماشا کنید که مهمترین تحولات تاریخی در روز 17 نوامبر را فرا می‌گیرد. 17 نوامبر سال 2006 حجتگزاری حقوقی به اختیار روسیه داده شدن پایگاه نظارتی کیهانی نورک خاتمه یافت که بر عوض بیش از 240 میلیون دلار قرض تاجیکستان بکار کرده شد. اسم آن به اکنا عوض شد. پایگاه نادر توان نظارت حرکت جرم‌های کیهانی و ابیکت‌های نظامی را در پهنای 50,000 کیلومتر دارد و بعد پایگاه نظامی 201 روسیه یک انشاءات مهم نظامی و استراتژی مسکو در خاک تاجیکستان به شمار می‌رود. مقامات ازبکستان گفتند شب 16 به 17 نوامبر سال 2011 در قطعه راه آهن غلبه آموزان که در راه ترمیز ازبکستان و قرغان تپه تاجیکستان جایگیر بود ترکیش رخ داد که به گفته تاشکند عملی تروریستی بوده است. حرکت قطار از این راه پررق قطع شد و انتقال بار و محصولات از این راه که بیشتر برای ساختمان نیروگاه راغون روانه میشد دچار مشکل گشت.
ин яке дигар аз ҳодисаҳое буд ки дар ҳамкориҳои сард шудаи тошканду душанбе дар аҳди президенти ӯзбекистон ислом каримов мушкилоти зиёде эҷод кард. 17 ноябри соли 2020 донишманди тоҷик Шервоншоҳ Аламшоев аз нашри луғатномаи шуғнонӣ тоҷикӣ русӣ-англисӣ хабар дод. Ба забони шуғнонӣ тахминан 150 000 сокини Бадахшони Тоҷикистон ва Афғонистон суҳбат мекунанд ва ин фарҳанг барои дарки беҳтари забони қадимаи помирӣ ва ҳам тарҷумаи вожаҳои он ба забонҳои дигар саҳмгузор шуд. شبانه روز گذشته قرب روبل روسی و هم دلار آمریکایی تقریباً به تغییر بود. صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی به 122 سومانی برابر است. 100 دلار آمریکایی باشد 1091 سومانی ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، این آخرین برنامه نوید در هفته روان بود. در روزهای شنبه و یکشنبه می توانید آخرین خبرها را از سامانه رادیوی آزادی با نشان azadi.org و صحیفه‌های ما در شبکه‌های اجتماعی پیدا کنید. برایتان در 2 روز آینده استراحتی خوشخواهانه.